به ایستگاه ترس خوش آمدید. مسافرین عزیز، ایستگاه ترس ایستگاه پایانی می باشد. من یه هدفون باز حرفه‌ایم. همیشه بودم و همیشه خواهم بود. بیشتر آنلاین بازی میکنم. بازیایی هستن که توشون داشتن وسایلی که صدا رو تمیز و واضح بگیرن خیلی نیازه. مثلا تو بازیایی که لازمه صدای پای بازیکنای دیگر رو خوب بشنوی، صدای با کیفیت میتونه برتری فوق‌العاده‌ای نسبت به بازیکنای دیگه بهت بده. برای همین خدا میکردم تا یه هدست بوس A20 بخرم. میشه گفت یکی از بهترین هدست‌های گیمینگ بازار بود. قیمتش $999 بود. گمونم روشون نشده بود قیمتو $1000 بذارن. پس لازم بود کلی کار کنم تا بتونم بخرمش و مجبور بودم 10 ماهی حتی روزای تعطیل توی پمپ بنزین محلی کار کنم. وقتی پستچی بالاخره بعد از کلی انتظار بهم تحویلش داد، با احتیاط بازش کردم و برای تست به آیفونم زدمش تا باهاش آهنگ گوش کنم. همون لحظه بود که فهمیدم داشتن یه همچین چیزی واقعاً به انتظارش میارزید. کیفیتش به معنای واقعی بی‌نظیر بود. تا اون زمان هیچ وقت آهنگامو با همچین کیفیتی گوش نکرده بودم. برای اینکه ببینم چقدر میتونه تو بازی‌ها کمکم کنه آروم و قرار نداشتم. چند ساعت بعد با یکی از دوستام داشتیم هانت شوداون بازی میکردیم. یه بازی ترسناکی که در مرداب‌های لوئیزیانا اتفاق میفته. میتونی هیولاهای مختلف رو شکار کنی و با هر شکار جایزه میگیری، ولی علاوه بر اون توی شکار باید با بازیکنهای دیگه هم رقابت کنی. نقشه کشیدن و کمین کردن قبل از شکار تو این بازی خیلی مهمه و داشتن همچین هندزفری با کیفیتی مزیت بزرگی محسوب میشد و میتونست خیلی به من و دوستم کمک کنه. اما همه اینا صرفاً تصورم بود و تو واقعیت هدفون بازی رو از قبل خیلی ترسناکترم کرد. میتونستم همه صداهای پاها، جیرجیر لولای در یا حتی خشاب عوض کردن رو واضح بشنوم. یه جا کمین کرده بودم که یه صدایی شنیدم. خواستم از دوستم بپرسم نکنه اون در مخفیگاهمون رو باز کرده. یه موقع سرمو چرخوندم و یه آدم سیاه‌پوش رو دیدم که یه تبر آتشین رو بالا سرش گرفته بود. تو میکروفون داد زدم روری! اما دیگه دیر شده بود و صدای ترسناک مورمور کننده خرد شدن جمجمش به خاطر برخورد تبر بود که تو گوشم میپیچید. خیلی گیرا بود و به شدت واقعی به نظر میومد و همونقدر شگفت انگیز بود که تصورشو میکردم. ساعتها نشستیم و پشت هم بازی کردیم و حتی یه بارم هدفونمو از رو گوشم بر نداشتم. معمولا هدفونا بعد 1-2 ساعت گوشا رو اذیت میکنن و آدم ازشون خسته میشه، ولی این هدفون با همه فرق داشت. همه جاشو فوم پوشونده بود و حرفه‌ای طراحی شده بود. قسم میخورم اینقدر راحت بود که میتونستم تمام شب رو گوشم بذارمش. راستشو بخواید وقتی آخر شب شد و دوستم آفلاین شد تا بره بخوابه، یه جورایی ناراحت شدم. از روی هیجان چند ساعتی بیشتر از حد معمول بیدار موندم تا بقیه بازیایی که داشتم و روی هدست جدیدم امتحان کنم و ببینم چقدر کیفیت صداها رو بیشتر میکنه و حتی یه بارم ناامیدم نکرد. یادم دیر وقت بود که بالاخره آفلاین شدم و هدست رو از رو گوشام برداشتم. گوشیمو چک کردم و دیدم از یه شماره ناشناس 4-5 تایی تماس بی پاسخ داشتم. اشتباه نکنید، گوشیم سایلنت نبود، روی میز قهوه خوریم بود. چند باری زنگ خورده بود ولی هر چیز سر و صدا کرده بود، حتی یه بارش هم متوجه نشده بودم. واقعا شگفت انگیز بود و پیش خودم گفتم خدایی هر پنی که بابتش خرج کردی میارزه. همون موقع بود که گوشیم دوباره زنگ خورد. صفحه گوشیمو نگاه کردم، دیدم همون شماره ناشناسه. از پلیس بود و یه اپراتور خانم ازم پرسید که اون شب خونه بودم یا نه. اولش پیش خودم گفتم نه، شماره منو از کجا گیر آوردن؟ بعد با خودم فکر کردم که ناسلامتی پلیسن دیگه، حتما دسترسی به این اطلاعاتو دارن. پس در جواب گفتم البته همه شب خونه بودم. چطور؟ به نظر می اومد از حرفم کلی جا خورده. پرسید همه شبو؟ گفتم آره. وقتی ازش پرسیدم که چرا همچین سوالی میکنه، در جوابم گفت مامورای اداره 4 ساعت تمام در خونه شما رو از جا کندن از بس در زدن و شما میخواید بگید که صدایی نشنیدید، حتی یه بار. و اون لحظه بود که فهمیدم چه اتفاقی افتاده. تمام مدت هدست جدیدم روی گوشام بود و یه بارم درش نیاورده بودم. از این گذشته ولوم صدام تا ته زیاد بود.
معمولا اونقدر صدا رو زیاد نمیکنم، ولی همونطور که گفتم داشتم هدفونم رو امتحان میکردم. آهی کشیدم و شروع کردم به تعریف کردن ماجرا. از اینکه هیچی نشنیده بودم یه جورایی حس حماقت بهم دست میداد و به این فکر میکردم که اگه حادثه بد یا خطری چیزی اتفاق میافتاد من اصلا روحم هم خبردار نمیشد. فکرشو بکنید، خلافکار در خونه رو باز میکرد میومد تو، در حالی که من نشسته بودم عین یه احمق تمام عیار داشتم بازیمو میکردم. منتها وقتی ازشون پرسیدم که چه اتفاقی افتاده، فهمیدم از اونی که احتمالشو میدادم بدتر بوده. یه نفر به زور وارد آپارتمان شده بود، ولی نه خونه من. رفته بود خونه طبقه بالا. یارو به قصد دزدی رفته بود سراغ دختری که اونجا زندگی میکرد. اونطور که پلیسا میگفتن دختر مقاومت کرده بود و با دزد درگیر شده بود. اما مقاومتش حتی یه ذره به نفعش تموم نشده بود. دزده برای اینکه از زبونش بکشه پول و جواهراتشو کجا پنهون کرده، کلی شکنجهش کرده بود. وقتی فهمید که دختر جواهر یا چیز با ارزشی نداره، به حدی کتکش زده بود که کشته بودش. همه این ماجراها اتفاق افتاده بود و من هیچی نشنیده بودم. روحم خبر نداشت. من داشتم اینه یه احمق با کامپیوترم بازی میکردم و یه نفر اون بالا داشت جون میداد. اگه فقط 5 دقیقه هدفون از رو گوشم برمی داشتم، اگه اینقدر جوگیر و خرکیف نبودم، شاید اون دختر هنوز زنده بود. بعد از اون ماجرا یه مدت طول کشید تا با خودم کنار بیام. وسایلم رو جمع کردم، از آپارتمانم رفتم. برگشتم پیش پدر و مادرم زندگی کنم. دست کم تا زمانی که یه جای جدید برای خودم دست پا کنم. هدستم رو فروختم تا ضرر نکرده باشم. هرچند گاهی فکر میکردم با وجودی که حدود 1 سالی کار کرده بودم تا پول خریدش رو به دست بیارم، اگه توی دریاچه مینداختمش وجدانم راحت تر میشد. چیزی که ماجرا رو فجیع‌تر میکنه اینه که یه حادثه اتفاقی و الکی نبود. حرص و خودخواهی من بود که اون دختر بیگناه رو به کشتن داد. آره میدونم، شاید اون دزد روانی بوده که تا حد مرگ کتکش زده، اما اونی که توی تابوت گذاشتش من بودم. لطفاً اگه داستان رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله بزنید تا داستانای جدید رو از دست ندید. اگر تجربه یا داستان ترسناکی دارید برای ما ارسال کنید. توی کامنت ها بگید که از چه نوع داستانهایی بیشتر خوشتون میاد تا کانال ما هم بهتر و بهتر بشه.